والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد المصطفى وآله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله خالقنا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. سروران گرامی و حضار محترم، آیه 33 از سوره عبسه تا آخر سوره به حضور مبارک شما تلاوت شد. الله عزوجلال به انسانها تذکر میدهند، هشدار میدهند نسبت به قیامت. در سوره قبلی که سوره نازعات باشد، خداوند در اونجا فاذا جاءت الطامة الکبری گفت، اون هنگامه بزرگ که بیاد، یوم یتذکر الانسان ما سعی، انسان بیاد خود بیارد که اون چیزهایی که در دنیا انجام داده. همون لفظ در این سوره به دیگه شکلی آمده: فاذا جاءت الصاخه. خداوند همون صدای مهیب قیامت را به عنوان صاخه تعبیر می کند. قیامت نامهای مختلف دارد. القارعه ذکر شده، الواقعه ذکر شده، الحاقه ذکر شده، طامة الکبری ذکر شده. نامهای مختلفی برای قیامت آمده. هر انسانی که اعتقاد به مبدأ به الله داشته باشد و به قیامت، اون انسان جنایت نمی کند، گناه نمی کند، معصیت نمی کند، ظلم نمی کند. در ابتدای سوره حج الله عزوجلال می فرمایند که یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای انسان ها از پروردگارتان بترسید. ان زلزلة الساعة شیء عظیم، زلزله قیامت که الله می داند چند ریشتر هست، میگه شیء عظیمی هست، بسیار چیز بزرگی هست. یوم ترونها،
اون روزی که تو اون زلزله را ببینی، اون زلزله را مشاهده بکنی، تذهل كل مرضعة اما ارضعت، هر خانمی که بچه خود را شیر میدهد در حال شیر دادن هست، بچه به آغوشش هست، پستان اون خانم به دهن بچه هست، شیرش میدهد، اون بچه را نیز پرت میکند و از اون غافل میشود. و بعد میفرمایند که و تضع كل ذات حمل حملها، هر ذات حملی، هر ایوانی، هر انسانی که حامل باشد سقط جنین می کند، حملش می افتد. شاید در اینجا تصور بشود که اکثر خانم ها ضعیف هستند، ترس بر اونا زیاد هست. خداوند می فرماید نه، تنها خانم ها نیستند. و تری الناس سکارا، تو می بینی انسان ها را که مست و مدهوش هستند، هیچ کسی عقل و هوش در سرش نیست. و تری الناس سکارا و ما هم بسکارا ولکن عذاب الله شدید، عذاب خدا سخت هست. و در سوره زلزال که در همین جزء 30 قرآن مجید هست، خداوند می‌فرماید اذا زلزلت الارض زلزالها، وقتی که این زمین اون زلزله شدید و مهیب خود را انجام بدهد، زلزله بکند. اذا زلزلت الارض زلزالها، در اینجا هست که و اخرجت الارض اثقالها. منظور از این زلزله، زلزله نفخه دوم سوره ثانی هست. زمین اون چیزهایی که گران و سنگین هستند اونا را بیرون میریزد، اجساد جن و انس را بیرون میریزد. بعضی میگویند هرچی دفینه و طلا و نقره و گنج و جواهر داخل زمین باشند همه را بیرون میریزد. و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها، انسان میگوید این زمین را چه شده که من را بیرون انداخت، همه را بیرون انداخت، هر چی که در داخلش بود بیرون انداخت. و قال الانسان ما لها، خداوند جواب میدهد که یومئذ تحدث اخبارها، این زمین هر خبری که روی شده همه را بازگو می کند. و روز قیامت را الله ذوالجلال می فرماید و یوم یقوم الاشهاد، اون روز که گواهان برپا می شوند، می ایستند، بر شما شهادت می دهند. اولین شاهد و گواه الله ذوالجلال است که علیم است و خبیر است و بصیر. دوم کرام الکاتبینند که همیشه با ما هستند. کرام الکاتبین را خودم یعلمون ما تفعلون، هر کاری که شما انجام بدهید اونا هستند. سوم زمین شهادت میدهد، این دیوار و این ستون و این در و دیوار شهادت میدهند. و چهارم اعضای بدن خود ما شهادت میدهند. اینا همه مطابق آیات قرآن هستند. وقتی که از هر جهت زمین گواه هست، کرام الکاتبین گواهند، اعضای بدن ما گواهند، الله ذوالجلال گواهند. اون انسان هایی که ما را امر به معروف نه از منکر می کردند و ما نمی پذیرفتیم، اونا هم گواه هستند. نذیر، خدا اونا را تعبیر کرده. می فرمایند که وقتی اون طوری زلزله بیاد، در اینجا تعبیرش این بوده که فاذا جاءت الصاخه، وقتی که اون صدای مهیب گوش خراش بیاد،
که همه گوشه ها را کر می کند، در اونجا هست که هیچ کسی به درد دیگه کسی نمی خورد. در سوره معارج هست که ولا یسأل حمیم حمیما، هیچ دوست از دوست دیگری سوال نمی کند. هیچ کسی از اعضای خانواده که به اصطلاح امروزی اعضای درجه یکی خانواده هستند، اونا هم از هم دیگر سوال نمی کنند. یوم یفر المرء من اخیه، برادر از برادرش فرار می کند. نمی گوید که تو برادر من هستی، امروز باید به دادت برسم، کمکت بکنم، دستت را بگیرم. یوم یفر المرء من اخی، برادر از برادر فرار می کند. و امه و ابی، از مادرش، از پدرش. و صاحبته و بنی، از همسرش، از فرزندانش. همینا هستند درجه یکی اعضای خانواده. فرزند است، همسر هست، پدر هست، مادر هست، برادران و خواهران هستند. اما در اون روز هیچ کسی به درد کسی نمی خورد. روایت حضرت عایشه صدیقه هست که فرمود ای رسول الله، شما به فکر ما هست روز قیامت؟ گفت در 3 میدان نه. وقتی که وزن اعمال می شود، در وقت میزان، در وقت وزن و ترازوی میزان، اونجا هر کسی به فکر خودش هست، نفسی نفسیه. وقتی که اعمال نامه داده می شوند، هیچ کسی نمی داند که اعمال نامه به دست راستش داده می شود یا به دست چپش. اگر به دست راستش داده شد که کامیاب است، اگر به دست چپش داده شد که ناکامه. واسه اون وقتی عبور از پل صراط. حضرت عایشه دیگه سوال دارن که ای رسول گرامی، روز قیامت انسان ها چطوری حشر می شوند؟ میگویند از قبر طور حشر می شوند که به دنیا آمدند، حفاتا عراتا غرلا، کفش ندارن، لباس ندارن، همون طوری که از مادر متولد شده اند، از قبر همون طوری لخت و عریان بیرون میاد. حضرت عایشه صدیقه می‌فرمایند که وا فضیحتا، چه رسوایی در اون روز است. رجال و نساء ینظر بعضهم الی بعض، آیا زن و مرد همه در یک میدان حشر می شوند، به طرف یکدیگر نگاه می کنند. حضرت رسول الله فرمود الامر اشد، امر از اون سخت‌تر است. یک کسی را ببرد که به فکر دیگری باشد. در همین دنیا مشاهده شده، یک جای ما رفتیم، یک خانه آتش گرفته بود. بعضی از اون افراد داخل خانه بودن، گاز نشت کرده بود، اون خانه آتش گرفته بود. خب تابستان بوده، لباس های اونا نخی بودن. میگه همین که خانه آتش گرفت، ما همونطوری بیرون رفتیم، نمیدانستیم که لباس های ما سوخته اند، لباس نداریم. خانم این را تعریف کرد برای وقتی من بیرون رفتم، دوباره متوجه شدم که بله من لباس ندارم. اصلا یک آتش به این کوچکی، آتشی که خانه آتش میگیرد، اون را نمیبرد که به بدن خودش نگاه بکند که من لباس دارم یا عریان هستم. انسان رسول الله فرمودن الامر اشد. و در ضمن امین آیه 2 حدیث میخوانم و بعداً مسائل هستن که انشاءالله به اونا صحبت میکنم. 2 حدیث، یکی روایت حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه، این ریاض الصالحین در باب ظلم و رد المظالم.
که رسول الله فرمود که ظلم نکنید که ظلم ظلمات یوم القیامت، ظلم تاریکی های روز قیامت است. یک حدیث حضرت ابو هریره هست، روایت صحیح مسلم عن ابی هریره رضی الله تعالی عنه. حضرت ابو هریره می فرمایند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتدرون ما المفلس؟ مفلس همی دانید که کی هست؟ پیغمبر سوال کرد از مردم که اتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فینا، مفلس در میان ما من لا درهم له ولا متاع، مفلس کسی هست که نه یک گرم پول دارد نه اسباب و کالای دارد، هیچی ندارد، اون مفلسه. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان المفلس من امتی، مفلس امت من یأتی یوم القیامت، روز قیامت میاد اما شخص معمولی هم نبوده. یأتی یوم القیامه، روز قیامت میاد، بصلات، نمازهای زیاد خواندن، نماز به امرایش هست، و صیام، روزه به امرایش هست، و زکات، زکات به امرایش هست. این اعمال را انجام داده، صاحب اعمال بوده. این میاد با این همه اعمال، بله بعد میفرمایند که ویأتی، میاد به این اعمال همه در کنارش هستند، اما عادتش بر این بوده در دنیا و قد شتم هذا، یکی را دشنام داده، پشت داده، بد و بیرا گفته. خب یک و قذف هذا، یکی تهمت زده. این دو و اکل مال هذا، مال یک کسی را خورده، جواب نداده، مالش خورده جواب نداده. و سفک دم هذا، خون یک کسی را ریخته، بازم جوابش نداده، خون ریزی کرده اما جوابگو نبوده. و ضرب هذا، یکی را کتککاری کرده، زده تا جایی که جان داشته، اینجا هم جوابگو نبوده. حالا قدرت داشته، شخصیت بزرگی بوده که امروز ما میبینیم افراد را کتککاری میکنند، میزنند، حتی خونشان را میریزند، بازم جوابگو نیستند. میگه این عمل اونا بوده. میگه فیقضا، بله فیقضا هذا من حسناتی. حالا خداوند میفرمایند در میدان محشر آمده، خب تو این همه انسانها را اذیت کرده، آزار داده، هر نوع اذیت و آزار را برای اونا پسند کرده، چطوری جوابگوی اونا هستی؟ اونا بگویند که بله هر حسنه ای که دارد اونا را باید به ما بده، از نماز و از روزه و از زکات و از اعمال خوبش به اونا میده، تا که اعمالش به طور کلی فنا میشوند، نابود میشوند، هیچ عملی برایش نمیماند. وقتی که نمیماند هنوزم بدهکاری مردم از اون طلب دارد، بدهکار بیچاره، چون آزارش به یکی نرسیده. فعال لما یرید خود را دانسته، فعال لما یشاء دانسته، هر کاری که از دستش آمده انجام داده، حسناتش تمام میشوند و هنوزم خطایا و گناهایش خیلی زیاد هست. جا جوابگو نیست. اونا میگن که چی نداره شما، این مفلسه، مفلس روز قیامت همین هست، این مفلس شما چیکار میکنید؟ میگه وقتی که مفلسه، اگر ما خطای داریم، گناه داریم، همه خطاهای ما را،
همه گناهان ما را به اندازه حق ما به گردن اون بیندازید. وقتی که به گردن اون میاندازد میفرماید فإن فنیت حسناته، اگر حسناتش تمام شدن قبل ان یقضى علیه، میفرماید قبل ان، لفظ اول یقطع بود، این یقضى هست، قبل ان یقضى علیه اخذ من خطایاهم، از خطای اونا گرفته می شود، فطرح علیه، میان به گردن اون میاندازن، میگن شما به جای گناهان خود و گناهان اون کسی که بر اونا ظلم کرده اید، به جای هر دو تا شما بروید به جهنم، ثم طرح فی النار، رواه مسلم، به آتش جهنم میاندازن. این یک حدیث، این مفلس روز قیامته. چیز خیلی جالبی هست، این وقتی که این اگر مال آورده از راه نامشروع، از طریق نامشروع، به زنش داده، به فرزندش داده، به اطرافیانش داده، به میهمانش داده، به دوست و عزیزش داده، تعارف کرده، اما روز قیامت باید خودش جوابگو باشد. هیچ کسی از ذره عمل خود را به اون نمیده. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. روایت دوم که دو تا روایت را من گفتم، از خوله بنت عامر الانصاری هست. این همسر حضرت حمزه سید الشهدا است. این بیبی بزرگوار که همسر حضرت حمزه است، از انصار بود. این خانم انصاری هست. میفرماید قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت ان رجالا یتخوضون فی مال الله، افرادی هستند که مالی که خدا در اختیار اونا گذاشته و امانت هستند، مال مردمن، مال بیت المالن، مال عمومن، اونا طور در اون غتور می شوند و اونا را عیب و میل می کنند بغیر حق. رسول الله فرمود فلهم النار، برای اونا آتش جهنم هست، برای اونا آتش جهنم هست. صفات والایی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم دارن، اون صفات هست که پیغمبر صفات والای داشته. یکی از اون صفات این بوده که حتی پیغمبرم در بیت المال حق نداشته که دست برد بزند یا به کسی که میخواهد بده، به مستحقین میداده. دو تا مسئله هستن. یکی دیروز من میخواستم که اخبار کشور را بگیرم، 5-6 دقیقه مونده بود، من شبکه یک را گرفتم، دیدم که گزارشگر صدا و سیمای ما در داخل مسجد نبوی بود. بعداً گفت که بارانی در مدینه آمده هست و رعد و برق هست، من برم بیرون که گنبد خضرا آزمون گفت که از وسط این پنجره ها اونا دیده می شود، برم که بیرون گنبد خضرا را ببینم. وقتی که بیرون رفت، اونجا استاد رو به روی گنبد خضرای حضرت رسول، روضه پاک حضرت رسول، آیه را که همیشه من میخوانم، صفات والای رسول الله هستند. همین آیات را با صوت و تجوید خوب خوان، مردم جمع شدن در اطرافش. لقد كان لكم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هم از اون پلمرداری میکردن، باوشی صدایش کرد، مردم جمع شدن در اطرافش. این صفات والای رسول الله را اشاره میکرد به طرف گنبد خضرا.
لقد جاءکم رسول من انفسکم، از وجود خود شما، منکم نگو من انفسکم، یعنی رسول الله خودمانی هست و از وجود خود شماست. عزیز علیه، مشکل است برای پیغمبر، ما عنتم، هر چیزی که شما رو دچار مشکل می کند. مشکلات امت بر رسول الله سنگین تر بودند. عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم، پیغمبر حریص بود. چه حریص مال بود؟ نه، حریص بود برای هدایت مردم. حریص بود که انسانها از آتش جهنم، از عذاب آخرت نجات بکنند. حریص علیکم، خیرخواه شما هست. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. صفات والای رسول الله. و در سوره آل عمران بارها من خواندم که خداوند در اونجا آیات را می‌فرمایند فبما رحمت من الله لنت لهم، بس به سبب رحمت خداوند تو برای این مردم نرم شده. خداوند پیغمبر ولو کنت فظا، اگر تو بس زبان می بودی، غلیظ القلب لانفضوا من حولک، فظا بس زبان، غلیظ القلب سنگ دل. بعد فرمند که اینا را عفو کن، در جنگ احد فرار کردن، اونا مشوره داشته باش و اینا را عفو کن، با اونا مشوره بکن. بعدا میگوید که بیت المال مال اینا هست، شما برای خود اون را تصرف نکن. و بعد پشت سرش میفرمایند که لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. اینجا من انفسهم است، من انفسکم، اونجا من انفسهم. و رسول الله در میان مردم بود. یتلو علیهم آیاته، آیات خداوند را میخواند. و یزکیهم، تزکیه نفس، که نه خیانت مالی داشتن، نه خیانت جنسی داشتن، هیچ نوع خیانت از یاران و اصحاب رسول الله سر نمیزد. تکبیر! کتاب را بنا تعلیم میداد، سنت را تعلیم میداد، اگرچه قبلا این مسائل را نمیدانستند. یک جمله که از حضرت عایشه صدیقه سوال میکنند که تو مدت زیادی با پیغمبر زندگی کرده، در یک خانه بودی، همسرش بودی، تو خلق رسول الله را برای ما تعریف کن. خلق رسول الله چه بود؟ و خلق القرآن، خلقش قرآن. جا نشان میداد که حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنصر لایقی بوده که خداوند اون را برای پیغمبر انتخاب کرده، که هم قرآن شناس بوده، هم پیغمبر شناس بوده، که هم پیغمبر را شناخته و هم قرآن را، که میگه خلق القرآن، خلق پیغمبر قرآن بوده. هر چی که در قرآن بوده، قرآن علم بوده و پیغمبر عمل بوده و پیغمبر مبلغ اون قرآن بوده. من همیشه این حدیث را فکر می کنم که از هر کسی از ما که خود را مفسر و قرآندان و احادیث سیرت و سیرتدان میدانه، و از ما کسی ناگهان چنین سوال را میکرد، ما نمیتونیم چطوری رسول الله توصیف بکنیم. اما حضرت عایشه به یک جمله زیبا یا خلق القرآن، خلق رسول الله قرآن هست. بله این چیز خوبی هست که ما در مکه و مدینه تبلیغ بکنیم که بله ما ایرانی هستیم، قرآن را چنین زیبا میخوانیم و این صفات رسول الله را ما بلد هستیم، اما عمل ما چطوری هست؟ پیغمبر فظ نبود، غلیظ القلب نبود، سنگدل نبود، خائن نبود، آل مشوره بود، عفو کننده بود. آیا در میان ما اینا هستند؟ با ملت، با مردم چطوری برخورد میکنیم؟ رؤوف هستیم، رحیم هستیم، بر سر اونا حریص هستیم،
عزیز علی ما عنتم، امروز گرانی کمر انسانها را شکسته، کمر ملت را شکسته. آیا این گرانی ها بر ما سخت میگذرند؟ آیا ما منطوری هستیم که پیغمبر صلی الله علیه وسلم اگرچه غنایم همه در اختیارش بودند اما زندگی پیغمبر عوض نشد؟ حضرت عایشه میفرمایند که ما به غیر از آب و خرما دیگه چیزی داخل خانه نداشتیم. ما تقاضا کردیم، خداوند به پیغمبر دستور داد که امسران شما اگر زندگی مرفهی از شما تقاضا میکنند، یا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. اگر شما زندگی مرفهی میخواهید که خانه‌های شیکی داشته باشید، لباسهای خوبی داشته باشید، همه چیز داشته باشید، پس بیایید. این در توان من نیست، در توان رسول الله بود. گفتم زندگی من زاهدانه هست، در توان من نیست. بیایید امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. هر چی میخواد به شما میدم، اما در از اینجا دیگه تمامه. شما را طلاق میکنم، بروید. اما و این کنتن تردن الله، اگر شما رضامندی الله را میخواهید و رسوله، نکاح رسول الله را که در نکاح رسول الله باشید، در دنیا و آخرت امسرانش باشید، و دار الاخرت درجات عالیه داخل آخرت را بخواهید، خداوند برای شما بهترین درجات را داده که پشت سرش سپاداش را خداوند به اونا میدهد. پس در اینجا هست که باید ما زندگی خود را مطابقت بدهیم با زندگی رسول الله، با زندگی خلفای راشدین، که ما چطوری برخورداریم با مردم اگر قدرت داریم، حکومت داریم، توان داریم. این یک مسئله باید ما پیغمبر را و زندگی خلفای راشدین را، زندگی حضرت علی کرم الله وجهه الشریف که همه بیت المال در اختیارش بود و کفشهای خود را خودش پیوند میزد، زندگیش تغییر نکرد، زندگیش زاهدانه بود. همچنین خلفای راشدین، محمد تقی شریعتی در کتاب خودش امامت و ولایت از نظر قرآن و سنت اونجا می نویسند، خیلی تعریف و تمجید میکنند از شیخین، از ابوبکر و از عمر، میگن زندگی زاهدانه داشتند. بعدن که اعتراض میکنند که چرا شما چنین از اونا تعریف کرده اید، اما اینجا یک مقدار میخواسته که مثلا توجیه بکند، میگه زندگی زاهدانه اونا سیاسی بوده. نه، زندگی سیاسی نبوده، سیاسی بودند اما زندگیشان سیاسی نبوده، اون واقعی بوده. در واقع اونا چه بودند؟ زاهد بودند، طالب دنیا نبودند. نه ابوبکر صدیق، نه عمر فاروق، نه دیگران مالها را برای فرزندان و برای دیگران خود ذخیره نکرد. و گفتم روز قیامت هیچ کسی به درد ما نمیخورد. مسئله دوم که زود گذر بکنم، مسائل زیاد بودم در این هفته. من هفته گذشته گفتم که ما در اندونزی و غیره بیمارستان درست نکنیم، به فکر مردم محروم خود باشیم. من گفتم که خراسان شمالی هم جز استانهای محروم هست. من قدیم می رفتم اونجا چون عضو مجمع فقهی خراسان شمالی بودم. از راز و جرگلان و غلامان گرفته تا کجا که حدود 50-60 هزار نفر بیشتر اونجا زندگی میکردن. یک پزشک هم اونجا نبود، یک دکتر هم اونجا وجود نداشت، یک بیاری بود اونم سیار. پس اینجا محرومیت زیاد هست. خراسان شمالی، گلستان، دیگه جاها که بعض گلایه کردن که مولوی بعض استانها گفتم اگه خراسان جنوبی چه امکاناتی در اونجا هست، شما از خانه های ماخونیک و غیره
در عصر حجر گویا که اونا زندگی میکنند. اونا را ندیده اید توی مولوی؟ نه، اونا را من ندیده بودم، من شنیده بودم که خانه ای که باید اینطوری سینه‌خیز داخلش بروند و در انبران استان گلستان، چه گیلان، گلستان گفتم، گیلان، در اونجا چطور انسان ها زندگی می، جاهای زیادی را تذکر دادند که شما چرا نام نبرده اید؟ من که همه در زیر من نمیاد. محرومیت های ملت خود را ببینیم، کشور خود را ببینیم. من گفتم در بلوچستان چرا بیمارستان های خوبی نیستن؟ اگر در بعضی از همین گالیکش خود ما بیمارستان ندارد. اگر کسی بسوزد قبلا باید ساری میبرون تا اونجا خودش میمون، الان باید گرگان ببریم. همین جمع بیمارستانی نداریم اینجا. چند سال هنوز کلنگش دادن، خدا میدن تا کی طول بکشد. یک زمان یک پل را رودخانه برده بودن وسط گالیکش کلاله، گفتن که این پل ساخته میشود؟ من گفتم مادامت السماوات والارض، تا زمانی که آسمان و زمین باشند بعدا اگر این ساخته بشود. در بلوچستان در همین هفته، حالا من این را میگویم، اگر واقعا این عمدی بوده باید مسئولین امر، اونایی که خود را مسئول میدانند و میگویند ما جوابگو هستیم، دلسوز برای ملت و مردم هستیم، 2 کودک را زنده به گور کردن. مردم تعجب میکنن چه هست؟ یک خانم دوقلو زایده، گفتن در 2 کودک مرده. این از چابهار بردن تا زرآباد، 3 ساعت بیشتر طول کشیده اونجا بردن تا 2 تا از این 2 تا یکی زنده، یکی دیگر بردن داخل سردخانه، بعد از چند ساعت وقتی بیرون آوردن دیدن او زنده. آیا این پزشکا، بیارها، پرستارها خائن هستند یا ناآگاه هستند؟ اگر اونا خائنند، ناآگاه هستند، باید مجازات بشن. تکبیر! ما شب روز تشویق میکنیم که زاد و ولد در کشور ما زیاد بشود. جمعیت ما تا 120 و 150 میلیون نفر را میتواند به خوبی نگاه دارد. ما کودکان را زنده به گور میکنیم. اذ الموءودة سئلت بأی ذنب قتلت، به چه گناه اینا کشته شدن؟ بعض اون هفته گذشته من سخنرانی کردم، این هر گوشی یک صدا و سیمه از بیمارستان‌های مختلف بلوچستان فیلمبرداری کردند که هیچ امکاناتی ندارند. گربه ها را میبینند اونجا زایده، میگه همین است بیمارستان. یک سال یک بیمارستان چند تا مگس رفته بودن، درگیری شروع شد. این مگس ها چطوری آمدن داخل بیمارستان؟ و با این کسانی که برای اعادت مریض آمده با امرای اونا آمدن، یک درگیری شد و آخر من گفتم معرکت و ذباب، این درگیری برای چند تا مگسه. حالا چند تا مگس رفته چی؟ حالا بیمارستان ها را گفتم بیمارستان برای مناطق محروم کشور باید ساخته بشود، حتما باید اینا ساخته بشود. تکبیر! اگر بیمارستان را ساختیم و تجهیزش نکردیم، امکاناتش در این نبود، اون بیمارستان درد بخور نیست. میگن یکی رب بالای کوهی که اونجا آب نبود آسیاب ساخت، آسیاب با آب میگردد. بعد اون که آسیاب را ساخت گفت چه کار کرده؟ گفت آسیاب درست کردم، هر که گندمی داره ببره اونجا آرد. اونجا که رفتم گفت آبش کجا شد؟ این اون سنگش کجا هست؟ گفت آبش داخل رودخانه. گفت چرا اینجا ساخته؟ کنار رودخانه می ساخته. ما بیمارستان بعض وقت می سازیم. یک مدتی حمام ساختن در کنار هر روستا، فکر نکردن که این روستا آب لوله کشی دارد یا نه. چا زدن چا جواب نداد. من یادم است که بر من اعتراض کرد، گفت این مدرسه خیلی بزرگه، چرا اینو ساخته اید؟ این بیت المال عیب کرده اید.
من گفتم اینا که حمام بی آب ساختین اونجا بیت المال عیب نشده، فقط من 4 تا حجره دیدین اینجا. طلاب شما کمند و این 22 حجره دارد این حوزه شما و امکانات بزرگ دارد در اینجا. طلاب شما اون زمان 40 نفر ما طلاب دینو، طلاب شما کمند، مدرسه بزرگه. من گفتم انشاءالله پر میشد. الان جان داریم طلابا را کجا ببریم؟ تابستانیه را نمیتونیم قبول بکنیم. حالا اگر بیمارستان ساخته شد باید مجهز بشود، پزشکان اونجا بروند که دلسوز برای مردم باشند، خیرخواه مردم باشند. اگر دولتی ها نمیتوانند جواب بدن، بیمارستان امکاناتش ندارند، این بخش خصوصی حتما باید فعال بشود. کسانی که قدرت دارند، امکانات دارند، بیمارستان بسازند، مجهز بکنند که در اونجا مردم سرگردان نشوند. و بعض وقت خود سرانه، اون هفته گذشته که از نوای من اینجا فضولی میکرد، من بعض وقت میگویم خدا میدانه خیانت این مسائل. از زایدان برای من زنگ زدن که فلان خانم دکتر گفته این بچه را باید بیاندازید، سقطش بکنید، این ناقصه. من گفتم زنده شده یا نه؟ گفت بله. چرا زنده شده؟ و اینم حتما باید بیان. من گفتم نه، هیچ دینی به ما اجازه نمیداد، نه یهودیت اجازه میداد، نه نصرانیت اجازه میداد، نه قرآن. این در تورات و انجیل و قرآن جائز نیست که یک بچه‌ای که در شکم مادر زنده شده اونا سقطش بکنن. اگر ناقص هم باشه متولد بشود، به دنیا بیاد که خودش مرد دیگر، شفاعت آخرت ما را میکند، اما ما قاتلش نیستیم. کودکی که در شکم مادر زنده شد، انداختن اون قتل نفسه، کشتن نفسه. اون مصر شده بود اون خانم پزشک که باید نبی اندازید. بعد با من مشورت بود اصلا جایز نیست، ببرید دیگه جا. یک برده بودن، گفتم بچه سالم. دروغ گفت، هر کسی گفته، نامش هستن بود. من طوری نیست که خدای ناخواسته تهمت بده، نامش هنوز هست که من گفتم همین نامه را اون بچه که اینجا فضولی میکنه، همین نامه را با همون نامه را با این بچه ببریم توی چشم اون پزشک نادان بزنیم. تکبیر! 4 گروه امین مردمند. یکی علما امین دین و ایمان شما هستند، اگر خیانت کردن در بخور نیستند. دوم پزشکان امین جان مردمند، اگر نادانی خیانتی از اونا سر زد اونا در دخور نیستند. سوم نیروی انتظامی که همه چیز مردم به اختیار اوناست، پرونده را اونا تشکیل میکنند، مال و جان و ناموس و حیثیت و عزت مردم در اختیار، نه خیانت نکنند، خیانت کردن در دخور نیستند. و چهارم قضات، اون کسانی که دادگستری میکنند، فیصله میکنند، حکم صادر میکنند، نباید خیانت بکنند. من دیروز یکی صحبت کرد و فلان سفید ریش که اون زمان مردم به سفید ریش هم مراجعه میکردن، معتمدین، میگه هر کسی گوسفند جلوتر میبرد یک چیزی میداد، اون حق ناحق میکرد و آخر طوری مریض شد که هیچ کسی را به خانهش را نمیدادن. میگه آخر میگفت که من اشتباه کردم، حق ناحق کردم، ناحق حق کردم. میگه به امون شکل پود کرد دنیا را. نه گمان نکنند که حق ناحق میشود، خیانت بکنند، اونا از این دنیا سالم میروند. هیچگاه سالم نمیروند. در وقت مرگ و موت اون اعمال خود را مشاهده میکنند. 2 صفت زیبا که رسول الله داشت قبل از رسالت، یکی صداقت بود، دوم امین و امانت داری بود. کسی که صادق نباشد، امین نباشد، حتما جنایت و دروغ و خیانت از اون صادر می شود. پس این 2 صفت والا را که پیغمبر قبل از نبوت دار
صادق الامین بود. هر کسی که در هر مقامی از صادق و امین باشد. بیشتر وقت شما را نمیگیرم و آخر دعوانا الحمد